مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان برخی جزئیات پرونده پراپورشک شاروخ سنگالیف را که بر رساندن ضرر وزمین به سلامتی لتنانت کلان حافظ سعید مراد عیبدار دانسته شده است نشر کرد. تفتیشات این پرونده نسبت به سردار نقطه علاقه قسم حربی 45045 کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان پراپورشک سنگالیف شاروخ رستمویچ سال تولدش 1999 دادستانی حربی گرنیزون دوشنبه انجام داده آن را دادگاه حربی گرنیزون دوشنبه بررسی کرده است. بنا به گزارش مرکز مطبوعات دادستانی کل سنگالیف ضمن اجرای وظیفه خدمتی حربی 22 ایون سال 2021 به سفر خدمتی به قسم حربی 45095 کمیته ولایت‌های فوق‌العاده فرستاده شده در آنجا دست به جنایت وزنین قصدانه زده است. چنانچه شام 16 آگوست سال 2021 تخمینا ساعت 19:30 در دهه سراب جماعت دهات زینب آباد نویه رودکی بین خدمتیان حربی قسم حربی 45045 پراپورشک سنگالیف شاروخ و لیتنانت کلان حافظ سعید مراد مناقشه سر زده است. در رفت مناقشه پراپورشک سنگالیف با مقصد رساندن ضرر وزنین به سلامتی با کارد با خود داشته به طرف چپ موضع کمر لیتنانت کلان حافظ سعید مراد یک ضربه زده به او جراحت وزن جسمانی برای حیات خوفناک رسانیده است. گفته می شود در اطلاعیه دادستانی کل میگوید دادگاه حربی گرنیزون شهر دوشنبه سودشونده سنگالیف را در صادر نمودن جنایت با ماده 110 قسم 1 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته نام برده را محکوم کرد. به چه جزا محکوم شدن پراپورشک سنگالیف گفته نشده است ولی قسم یکم ماده 110 برای قصداً به سلامتی رساندن ضرر وزنین برای حیات انسان خوفناک همچون جزا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. نظر خود پراپورشک سنگالیف و طرف جبر دیده دسترس نیست و معلوم نیست که شام 16 آگوست بین او و لیتنانت کلان حافظ سعید مراد چه گذشت که سنگالیف دست به کار برد.